سلام. امروز اومدم تا بایدها و نبایدهای بعد از انجام فیشیال رو بهتون بگم. بعد از فیشیال تا 1 هفته لایه برداری نکن. گوشیت رو حتما ضد عفونی کن. از روبالشی و حوله تمیز استفاده کن. تا 1 روز حمام آب داغ نگیر. تا 2 روز آرایش غلیظ انجام نده. ضد آفتاب و کرم مرطوب کننده یادت نره، حتما استفاده کن. 1 هفته سولار نرو. جای جوش ها رو دستکاری نکن. آب کافی مصرف کن. مصرف میوه و سبزیجاتت رو بیشتر کن. مواردی که بهت گفتم رو فراموش نکن. انجام بده تا نتیجه بهتری از فیشیالت بگیری. فراموشت نشه که روتین روزانت رو انجام بدی. راستی اگر سوالی داشتی توی کامنت ازم بپرس تا بتونم راهنماییت کنم. لایک و کامنت یادت نره.